عیسی مسیح در قلبت را می‌کوبد. او پادشاه جلال و نجات دهنده حقیقی است که از آسمان آمد تا گمشده را بجوید و نجات دهد. او خدای زنده است که جسم پوشید، میان ما زیست و محبت خود را با فدا کردن جانش بر صلیب آشکار ساخت. هیچ کس مانند او نیست. او بیگناه بود و با این حال گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما را از مرگ و داوری رهایی دهد. در اشعیا 53 نوشته شده است که او مضروب و کوفته شد به سبب گناهان ما و به وسیله زخم‌های او ما شفا یافتیم. این وعده خداست برای هر کسی که ایمان آورد. نجات در نام دیگری نیست، زیرا هیچ نامی جز نام عیسی مسیح زیر آسمان به انسان داده نشده تا به وسیله آن نجات یابد. اگر با دهان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در دلت ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. خدا تو را محکوم نمی کند و او تو را دعوت می کند تا بازگردی، توبه کنی و حیات تازهایی بیابی. روح القدس می تواند قلب سنگی تو را تبدیل به قلبی زنده و پر از محبت کند. امروز روز نجات است، نه فردا. اکنون دری که کوبیده می شود را باز کن و عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خود بپذیر. او تو را دوست دارد، گناهانت را می بخشد و تو را در ملکوت جاودان خود جای می دهد.